الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. به نام پروردگار هستی بخش با عرض سلام و درود خدمت یک بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و ارجمند. قلبا سپاسگزار هستم دوستای عزیز خود را با خود دارم و سپاسگزار هستم که شما بیننده برنامه ما هستین. دوستای عزیز، صحبت از مبحث سوم فصل دوم برنامه زیبایی اسلام و فطرت است که ما از زندگی نامه و شخصیت ممتاز 4 امام اسلام به نام امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل، 4 امام مسلمین است که فقه از اینا در سطح جهان عمل میشه و پیروایی داره، به میلیون ها پیرو داره در هر عصر و زمانی. شخصیت های از اینا چگونه بود؟ اینا چقدر زحمات کشیدن، چقدر خدمات را انجام دادن و نیاز ما چی هست که از این ائمه دین ما، از این ستاره های آسمان شریعت استفاده کنیم، کدام خلای خدا پر کنیم. بدون شک یکی از نیازهای ما الگو برداری هست. وقتی ما این شخصیت ها را به معرفی میگیریم، حتما یکش خوش ما میه، یک حرکتش خوش ما میه، یک گفتارش خوش ما میه، قلب ما معلق میشه، چون قلب ما در اختیار ما نیست. قلب در اختیار ما نیست. حتما از یک حرکت قلب متاثر میشه. وقتی متاثر شد پس دنبالش میره، از او بیشتر میخواه بشنه، از او بیشتر میخواه بیاموزه. پس وقتی دنبال انسان ممتاز رفتیم ممتاز میشیم، دنبال انسان با شخصیت رفتیم با شخصیت میشیم. این جمله است که ما همیشه یاد کردیم دوست عزیز، چون همنشین خوب چه کتاب باشه، چه شخصیت های علمی باشه، چه خود شخص موجود باشه یا کتابش یا تاریخش بخوانیم، بدون شک شخصیت ما را تشکیل میده. همنشین نیک تو را صالح کند، همنشین بد تو را طالح کند. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. بچه پیغمبر بود، از نطفه پیغمبر. ما نه بچه پیغمبر هستیم، نه از نطفه پیغمبر. پس ما اگر شخصیت های خوب برای خود انتخاب نکنیم پس ما از بین میریم. یک شخصیت کاذب، یک شخصیت دروی، یک شخصیت دروغگوی، یک شخصیت منافق ما تبارز میکنیم. پس اینجاست که خود ما از خود ما بد ما میه. انسان یکی از نامهایش بریه است. بریه چی معنا؟ انسان بری است، انسان فطرتا معیوب نیست. این ما هستیم که خود معیوب میسازیم با بد انتخاب خود. انسان بری الذمه به دنیا آمده. مثلا نام انسان یکی انسان است، یکی ناس است، یکی انس است، یکی انام است، یکی بریه است، یکی بشر است. بشر چرا انسان بشر میگه؟ چون پوست انسان معلوم میشه. قبل انسان مخلوقاتی بوده که پوستش معلوم نمیشه، زیر موی یا پشم بوده. به این خاطر انسان بشر میگه، پوست بشره میگه. انام چرا میگه؟ انسان موجود است، لمس میشه، حس میشه، دیده میشه. و همچنین انسان بریه میگه. چرا بریه میگه؟ انسان فطرتا معیوب نیست. هیچ انسان با گناه به دنیا نمیاد. انسان پاک به دنیا، معصوم به دنیا میاد. این ما هستیم که غلط انتخاب میکنیم. این ما هستیم که همنشین خود غلط میگیریم. این ما هستیم که دوستای خراب خود دوست میگیریم. این ما هستیم که در محیط غلط رشد میکنیم. این ما هستیم که انتخاب غلط میکنیم. پس دوستای عزیز، انسان غلط نیست، انسان بد نیست، انسان زشت نیست. انتخاب غلط می باشه، رفتار و کردار و گفتار ما غلط می باشه. پس دوستای عزیز، ما این شخصیت ها را بار بار معرفی کردیم تا اینکه یکش خوش ما بیه. وقتی خوش ما آمد قلب ما متعلق و او میشه. قلب که متعلق شد تعقیبش میکنیم، زندگی نامه‌اش بیشتر میخوانیم، بالاخره کوشش میکنیم چون او خود را بسازیم. بعد از امام مالک برمیگردیم به سراج الامت، تاج امت، روشنی امت، امام ابو حنیفه النعمان، امام اعظم، امام بزرگ، امام دنیا. در موردش
حرف های زیادی از علما گفته شده است که یکی از او عبدالملک، یکی از شخصیت های علمی در عصر خلفای عباسی و جمع غفیر و کثیر از علما میگه امام ابو حنیفه کان آیه. امام ابو حنیفه آیه بود. آیه چی معنی؟ یک نشانه از نشانه های امت پیغمبر است. امام ابو حنیفه آیه است. ما یک غایه داریم که آیه داریم. غایه به شر اطلاق میشه، به چیزی شر، و آیه به چیزی چی اطلاق میشه؟ به چیزی خیر. امام ابو حنیفه آیه از آیه های خیر در دنیا بود، یعنی یک ستاره از خیر در دنیا بود، محل امید و مرجع امید امت مسلمه بود. این فیصله علمای اسلام درباره امام ابو حنیفه النعمان امام اعظم رحمه الله است. ابن مبارک میگه امام ابو حنیفه آیت در خیر بود، یعنی مرجع امید امت مسلمه بود. امام شافعی یکی از ائمه چارگانه دربارهش چی میگه؟ الناس ایال علی ابی حنیفه فی الفقه. الناس تمام بشر از عصر خودش تا به این دم تا قیام قیامت. این شهادت یک شخص عادی نیست، یه حرفی امام شافعی است، یکی از ائمه است که در رأس یک مذهب قرار داره، در رأس یک روش قرار داره. او چی میگه؟ الناس عیال علی ابی حنیفه فی الفقه. انسانها تا قیام قیامت محتاج ابو حنیفه در فقه است. تمام علما، فقها و امت اسلامی در فقه اسلامی محتاج ابو حنیفه است. مثلا یک مثال خدمتتان عرض کنم از صدها مثال. چرا میگم در فقه کل دنیا محتاج ابو حنیفه است؟ امام شافعی میگه کسی که در مکه معظمه بروه، مثلا چی در مکه چی در خانهش، در جای جانش به جان یک زن برسه، دستش یا بدنش مثلا برسه، وضوش میشکنه. امام ابو حنیفه میگه نمیشکنه. ولی در مکه و مدینه وقتی خصوصا در مکه معظمه در مطاف اینجا محال است که انسان جانش یا دستش یا عضو بدنش به جان یک زن اصابت نکنه. خب اگر اصابت کنه طواف در حالت بیوضویی ترک واجب است و کسی که ترک واجب کنه سرش دم لازم میشه. در اونجا شافعی است، مالکی است، حنبلی، هر چی که از به مذهب احناف عمل میکنه. به این خاطر امام شافعی میگه مردم دنیا محتاج علم فقه محتاج علم فقه امام ابو حنیفه است. امام مالک 4 سال یا 5 سال وقتی شوهر یک زن مفقود اثر شود، بعد از اون میتونه که این زن برای یک شوهر دیگه بگیره. خب وقتی که 5 سال 6 سال بعد کسایی بودن 10 سال بعد پیدا شدن، 20 سال بعد پیدا شدن، آمدن که خانمش با برادرش است، هم خانم خدا کشتن هم برادر خدا، یا خانمش با یک کسی دیگه زندگی خود آغاز کرده. ولی امام ابو حنیفه رحمه الله 70 سال 80 سال میگه. ببینید در اینجا نیاز است به فقه ابو حنیفه، به فقه امام ابو حنیفه. در غیر از او اگر به فقه از رجوع نشود در اینجا هزارها دشمنی ها به وجود میاد، هزارها مشکلات به وجود میاد. بر صورت دوست عزیز امام شافعی رحمه الله میگه الناس عیال علی ابی حنیفه فی الفقه. مردم در کل محتاج ابو حنیفه در علم فقه است. کان ابی حنیفه اعلم اهل زمانهم. میگه ابو حنیفه پسر نعمان عالمترین انسان در زمان خود بود، یعنی در عصر ابو حنیفه بالاتر از ابو حنیفه کس نبود. عالمترین شخص در عصر خودش بود، از او بالا دیگه در علم کس وجود نداشت. این شهادت ابن ابراهیم رحمه الله است. و جمعی از علما میگه واجب است بر امت اسلامی ان یدعو الله لابی حنیفه فی صلاتهم، یعنی بر تمام امت مسلمه واجب است. این سخن علما است. یک جماعی از علما اتفاق میکنن که امت اسلامی در نمازشان واجب است سرشان که به ابو حنیفه دعا کنن.
اید الله لابی حنیفه فی صلاتهم، برای ابو حنیفه دعا کنه. این امام ابو حنیفه رحمه الله است. ابو حنیفه هو نعمان بن ثابت امام الاعظم، نامش نعمان پسر ثابت امام اعظم لقب داره، چرا از تمام اماما بزرگ بودن، هم از لحاظ علمشان و هم از لحاظ سنشان. در سنه 80 هجری قمری در زمان خلافت عبدالملک بن مروان در کوفه به دنیا آمد، یکی از خلفای اموی. در زمان حیات جماعی از صحابه، یعنی در عصری که امام ابو حنیفه به دنیا آمد جماعی از صحابه زنده بودند. یعنی صحابه تا 110 تا سنه 110 زنده بودند. یعنی ختم صحابه در کدام سال بود که کاملا از روی زمین صحابه پیغمبر ختم شد. صحابه را شما میفهمین که کسی که با پیغمبر ملاقات کرده و پیغمبر دیده و با او ایمان آورده با ایمان از دنیا رفته، این صحابه میگه. یعنی ختم صحابه از روی زمین در سنه 110 هجری قمری صورت گرفت. امام ابو حنیفه در سنه 80 به دنیا آمد، یعنی 30 سال امام ابو حنیفه در میان صحابه بود. یعنی 30 سال عمر خود در عصر صحابه و در میان صحابه سپری کرده است. پس از این دانسته میشه که امام ابو حنیفه 30 سال در میان صحابه بود. خب 10 سال خورد بود، 20 سال دیگه از این با صحابه. یعنی از این دانسته میشه که امام ابو حنیفه زیادی از اصحاب نبی و از یاران نبی را ملاقات کرده است. بعضی از علما 20 نفر صحابه میگه، بعضی 200 نفر میگه، بعضی هم 5-6 نفر میگه. مثلا حضرت انس ابن مالک دیده و حضرت جابر رضی الله تعالی عنهما را دیده و امثال از اینا را. خب از این که امام ابو حنیفه در سنه 80 به دنیا آمد و اصحاب تا 110 در روی زمین بوده، پس 30 سال عمر امام ابو حنیفه در میان صحابه بوده. پس از این دانسته میشه که امام ابو حنیفه تعداد زیادی از صحابه را ملاقات کرده است. پس امام ابو حنیفه از کبار تابعین. کبار تابعین کسی را میگه صحابه را ملاقات کرده باشه. و پیغمبر علیه السلام میگه که خیر القرون قرنی، بهترین عصر ما است. بعد از او بهتر عصر صحابه است، بعد از او عصر تابعین است. پس امام ابو حنیفه در بهترین عصر به دنیا آمده است، در عصری که پیغمبر شهادت بهتر بودنش داده. پس ما نمیتونیم کسی که در عصر خیر القرون باشه و 30 سال در میان صحابه باشه، بهترین اصحاب پیغمبر و کبار صحابه را ملاقات کرده باشه و از ائمه و از سراج امت اسلامی باشه، ما به درباره از او قضاوت کنیم، او را عالم یا جاهل بگوییم. پس بدون شک او انسان شخصیتی داشت که الله برش داده بود، الله انتخابش کرده بود و او کسی است که میلیون‌ها انسان در هر عصر و زمان پیرو داره، برش دعا و طلب آمرزش از خدا میکنه. پس پیغمبر علیه السلام عصر امام ابو حنیفه را که در زندگی میکرد خیر القرون میگه. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يشفي الكذب. بهترین عصر ما، سپس عصر صحابه و تابعین، سپس دروغ فاش میشود. یعنی بعد از عصر تابعین دیگه دروغ به دنیا میاد. انسان ها امکان داره پیغمبر دروغ بگه. پس امام ابو حنیفه در عصر دروغ نبوده، در عصر صدق و امانت و راستی بوده. پس هر حرفی که بگه حرفش راست است و امانت است. حرفی را که امام ابو حنیفه میگه پس حرفی از او قرآن و سنت است، یعنی از قرآن و سنت میگه، از پیش خود چیزی را نمیگه. و همیشه گفته رأینا مجرد رأی فمن جاءنا بافضل من قبلنا. حرف ما حرف مجرد است، رأی ما رأی مجرد است. قرآن و حدیث کشیدیم و حرف ما است، کسی از ما بهتر بیاره قبولش میکن. این انصاف و تواضع امام ابو حنیفه رحمه الله است. کان ابو حنیفه حسن الوجه واللحیه، بسیار چهره زیبا داشت. امام ابو حنیفه صورت بسیار مقبول و زیبا داشت و حسن الثياب عطرا، ثيابش هم لباسش هم بسیار مقبول و همیشه معطر بود. و کان سریعا، امام ابو حنیفه چی بود؟ تاجر بود و ثروتمند بود، طوری که ما درباره امام مالک هم صحبت کردیم. امام مالک هم ثروتمند بود و امام ابو حنیفه هم
یکی از علمای ثروتمند و تاجر بود. زیاد اهتمام به لباس خود داشت، چون قرآن میگه و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت الله حرف بزن. پس یک انسان منتین و چرکین و بدبو در اسلام جای پا نداره که ما بیایم والا زهد و تقوای خود چرک بودن و در ناششته بودن خود ثابت کنیم که والا ما هر چقدر خیرن پرن و چرکین بگردم ما با تقوا معلوم میشم. نه خیر، امام ابو حنیفه متقی ترین عصر خود بود، عالم ترین عصر خود بود، ولی بهترین لباس، پاکترین لباس، سترترین لباس می پوشید. پس با انسانهای نیک نشست و برخاست میکرد. کلمت السر فی صلاح الصالحین او فساد الفاسدین، راز، کلمه راز برای اصلاح انسانهای صالح و فاسد کردن انسانهای فاسد چی است؟ هم نشین است. مثلا اگر میخواین یک راز در زندگی کس پیدا کنین که چگونه میتونم انسان صالح بسازم، با انسانهای نیک او را چی بساز؟ دوست بساز. و اگر میخواین بدانید که یک انسان چگونه فاسد بسازم، با انسانهای فاسد بشانین. امام ابو حنیفه با انسانهای نیک دوست بود، با انسانهای ممتاز می نشست، با وجودی که تاجر بود لکن با اهل دنیا نمی نشست. با اهل دنیا، با اهل ثروت، کسایی که مثلا هدفشان در دنیا، زندگی دنیا پول است، هدفشان شهرت است، هدفشان ثروت است، هدفشان خوشگذرانی است، با اونها قطعا امام ابو حنیفه نشست و برخاست نمیکرد. چون در دنیا بسیار کسایی داریم که شعار دینی دارن لکن طلاب دنیاست، هدفشان شکم است، هدفشان خوشگذرانی است، تاجر است، انسانای خوب هم از ظاهرش خوب است لکن باطنش زندگی فامیلیش و اجتماعیش مشکل داره. پس امام ابو حنیفه در تمام زندگیش با انسانهای اهل دنیا ننشست، با اهل شهوت، با اهل شکم، با کسایی که غرضشان فاسد است، غرضشان مثلا دنیاست، غرضشان به دست آوردن منافع زودگذر و بی‌معنای دنیاست، با اونها نشست و برخاست نکردن. امام ابو حنیفه از الله زیاد می ترسید، خوفش بسیار زیاد بود. واقعا جالب است دوست عزیز، هر چقدر انسانی که از الله بترسه به مو انداز علمش زیاد میشه، هر چقدر که انسان از الله دور شه به مو انداز جهلش آشکار میشه. پس امام مالک هم از الله زیاد میترسید که ما در جلسات گذشته صحبت کردیم، و امام ابو حنیفه هم انسانی بود که از الله زیاد خوف داشت. دوست عزیز، سخن از امام ابو حنیفه، از امام اعظم رحمه الله است. امام خوفش از خدا زیاد بود، به اندازه از الله می ترسید، به اندازه می ترسید که وقتی کسی برش می گفت از خدا بترس، حتی گاهی شد که از چوکی پایین افتید، بدنش لرزید. یک کس بگوید از خدا بترس، خنده ما میگیره، ولی امام ابو حنیفه وقتی برش می گفتی از خدا بترس، به زمین میفتید، سقوط میکرد، بدنش می لرزید، رنگش زرد میگشت، بیهوش میشد. خوفش از خدا بود، چون علمش زیاد بود. کلما ادبنی الدهر ارانی نقص عقلی، سخن امام شافعی است. هر چقدر که دهر مثلا ادب آموختم، بهر زینی زمان میگه، عصر میگه، دانستم چقدر که علمم بالا رفت، ادبم بالا رفت، مثلا عمرم بالا رفت، دانستم که عقلم چقدر کم است. و کلما ازددت علما زادنی علما بجهلی، هر چقدر که علمم زیاد شد به مو انداز دانستم که چقدر جاهل هستم. پس انسانهای نادان لاف و پوف پتاق میکنه. ما هستم سید، ما هو، ما چطور؟ من قال انا وقع فی العنا، کسی که میگه ما هستم الله در مشقت میندازه. انسانهای متواضع، انسانهای عالم هیچگاه ما هستم نمیگه، همیشه میگه توستی، همیشه میگه من هیچی نیستم، ولی همه چیز است، ولی میگه من چیز نیستم. هر چقدر میگه علمم زیاد شد دانستم که چقدر جاهل هستم، هر چقدر که ادب آموختم، هر چقدر بزرگ شدم، هر چقدر که عصر و زمان سرم زیاد تیر شد، به مو انداز دانستم که عقلم چقدر کم است. پس امام ابو حنیفه از خدا زیاد میترسید، از الله زیاد میترسید. کسی که عالم باشه از الله خوفش زیاد میباشه، کسی که جاهل باشه از خدا نمیترسه. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از گرفت و عذاب خدا خود در امن فکر نمی کند
مگر گروهی زیانکار. پس کسایی که میگه برو صاحب برو چرس و بنگیته بزن، 4 روز زندگی است خوش بگذران، با خدا میگه امیجا مگه خوش بودی در دنیا هم خوش هستی، دمیجا که خوب داشتی در اوجم داری، دمیجا که عیش نوش که در اوجم میکنی. با خدا اینا هوا و هوس، این فتوای نفس است، این فتوای شیطان است. الله میگه فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از عذاب خدا خود در امن فکر نمیکنه مگر گروهی که زیانکار باشه. و آمنوا مکر الله جاهلو، و آمنوا مکر الله جاهلو. کسی که خود از مکر الله، مکر در اینجا معنی عذاب است، در اینجا معنی مؤاخذه است، خوف از خداست. کسی که از خدا خود در امن فکر میکنه جاهل است. و خائف مکر الله عارفو. کسی که از مکر خدا، از عذاب خدا میترسه او عارف است، او عالم است. پس کسی را که دیدی زیاد از خدا میترسید بفهم که عالم است، ولو که علم هم نداشته و بفهمین الله علم برش داده. کسی که از خدا نترسید ولو عالم هم باشه جاهل است. امام شدید الخوف بود، زیاد از خدا میترسید. شما چه فکر میکنید؟ یک آدم بگه از خدا بترس و بیهوش شود، از چوکی به زمین بفته بدنش بلرزه، پس معلوم است که بسیار از الله میترسید. ما شما هم شعار داریم از خدا زیاد واقعا از خدا میترسیم، ولی وقتی نام الله گرفته شه شورم نمیخوریم. ولی امام از الله زیاد میترسید. طویل السمت دائم الفکر، خصوصیت پیغمبر است. ما شما خوانده بودیم در حدیث پیغمبر در شمائل نبی علیه السلام کان رسول الله علیه السلام طویل السکت و دائم الصمت متواصل الاحزان. یه حدیث شریف است، یعنی پیغمبر همیشه سکوت بود، دائم الحزن بود و سکوتش بیشتر از حرفش بود. و عین خصوصیت را الله در این راستا با ابو حنیفه پسر نعمان امام اعظم داده بود. کان ابو حنیفه طویل الصمت دائم الفکر، زیاد سکوت میکرد و همیشه در فکر بود، همیشه در ذهنش برنامه ریزی های مثبت میکرد، در وجود الله در کائنات فکر میکرد. پس این 2 صفت است که الله متعال به رسول پاک علیه السلام هم داده که امام ابو حنیفه هم داشت. پس امام ابو حنیفه رحمه الله، یکی از آیاتی در قرآن کریم داریم که وقتی بنده مؤمن استاده هست، نشسته هست، خوابیده هست بر پهلو و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، درباره خلقت آسمان ها و زمین و در وجود خود فکر میکنه که الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یا الله این همه مخلوقات را عاطل و باطل نیافریدی، واقعا نسبت پاکی است تو را، یا الله مرا از آتش دوزخ نجات بده. پس امام ابو حنیفه اکثر اوقات در فکر فرو میرفت، از خدا میترسید و عاجل به خدا پناه میبرد. پس انسان هایی که همیشه تنها ماند، به عظمت خدا، به بزرگی خدا فکر کنند، پس یقینا به علمی، به معلوماتی پی میبرند که او را از طریق علم و مطالعه نمیتونن حاصل بکنن. به این خاطر علما میگن که اویس قرن شبی را برای رکوع اختصاص میداد، شبی را برای سجده اختصاص میداد، شبی را برای قیام، میخواست با خدای خود راز و نیاز بکنه، با خدای خود راز و نیاز بکنه. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در وجودتان خدا را نمیبینین؟ آیا در وجود قدرت الله را نمیبینین؟ وقتی ما فکر کنیم که الله چه مخلوقات عجیبی را، چه یک نظام عجیبی را در وجود انسان آفریده. مثلا یک معده انسان مثال بتیم، یک معده که آنن چند قسم غذا به شکل انبار انداخته میشه. حالا مثلا یک ماشین جوس است، بجای جوس سیب بریم برای چوب پرتیم، خب طبیعی است که ماشین جوس از بین میره. چقدر مصرف شده، چقدر فشار برق هم سرش هست، این ماشین است چیزی را میسازه، مثلا چیزی را مثلا تولید میکنه که به مو ظرفیت ساخته شده. پس اگر ما 2 چیز پرتیم از بین میره، یک معده که اینقدر یک توته گوشت است در یک آن واحد 10 نوع غذا را به شکل انبار میندازه. اگر این ماشین سے ساخته شود در بیرون که آنن بتانه انواع غذاها را هضم کنه و به اصطلاح وظیفه خود به شکل درست انجام بده، فضولات یک طرف،
آب دیگه طرف، مایع دیگه طرف، جامد دیگه طرف، گاز دیگه طرف، رگ و خون و امثال دیگه طرف ببره، پس نیاز است یک ماشینی باشه به اندازه شهر کابل کلان باشه. و فی انفسکم افلا تبصرون. به این باید فکر کنیم، در گوش خود باید فکر کنیم، در ابروی خود فکر کنیم، در پلک خود. همی پلک اگر به شکل استاندارد، به شکل منظم اگر روش به طرف بالا نمی بود، مقابل هم قرار می داشت، ما مجبور بودیم هر روزی که پلک ما رشد میکرد پیش دکتر رفته عملیات میکنیم چشم خوده. روبرو اگر می بود چشم دیگه باز کرده میده، چشم ما را خله میزد. دندان مثلا شما ببینین با یک نظام عجیب و غریبی، دندانهای کرسی وظیفهش، دندانهای اسیاب، دندانهای انیاب، دندانهای زواحک، تواهین، نواجس و دندانهای ثنایا و رباعی، دندانهایی که غذا را محکم میگیره بالاخره میسپاره به دندانهای کرسی و اسیاب. و سر از اینا مقابل هم دیگر است. اگر سر از اینا پایین می بود یا معکوس می بود چیکار میکردیم؟ هر روز مجبور بود یک ماشینی میگرفتیم غذا را دو هضم میکرد، فقط قرتش میکردیم خلاص. و فی انفسکم افلا تبصرون، در وجودتان الله را نمیبینید؟ دست ما شانه ما نمیده، پس سر ما می بود چیکار میکردیم؟ پس امام ابو حنیفه اکثر اوقات را در فکر فرو میرفت، در خلقت الله، در نظام کائنات، در وجود خودش. بعد از او از خدا میترسید و گریه میکرد. که بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و ارجمند، قلبا سپاسگزار هستم و خوشحال هستم که شما را با خود دارم و خوشحال هستم که بیننده برنامه ما هستین. دوستای عزیز، صحبت ما در ارتباط شخصیت والای امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه ادامه داره، طوری که در جریان هستین. فصل دوم ما در برنامه زیبای اسلام و فطرت، مبحث سوم زندگی نامه 4 امام مسلمین که یکی از الگوهای بشر است، یکی از قدوات، یکی از شخصیت هایی است که باید از اونا آموخت و از اونا پیروی کرد و از اونا اطاعت کرد و گام گذاشت در مسیری که اونا گام گذاشتن. پس امام ابو حنیفه که ما اکثرا پیروی مذهب احناف هستیم بشناسیم ای کی بود. امام ابو حنیفه در جلسه گذشته هم در ارتباط شان صحبت هایی داشتیم. امام ابو حنیفه رحمه الله دائم الحزن، دائم الفکر و طویل الصمت، سکوت وقتی میکرد بسیار طولانی بود و دائم الفکر بود که ما در جلسه گذشته هم اشارات داشتیم. از این ما چی درس میگیریم؟ که امام ابو حنیفه کم حرف میزد، زیاد سکوت میکرد و زیاد فکر میکرد. از این باید هر مسلمان خلای اخلاقی خود و اجتماعی خود تکمیل کنه. یعنی انسانی که زیاد حرف میزنه، زیاد هذیانگوست، زیاد حرف میزنه و زیاد پر میگه، پس ایمان داشته باشه انسان عقلش مشکل داره. یعنی انسانی که حرفش زیاد سکوتش کم است عقلش کم است. انسانی که حرفش کم سکوتش زیاد است عقلش زیاد است. انسانی که پیش از حرف زدن سکوت میکنه عقل داره. انسانی که بعد از حرف زدن سکوت میکنه و فکر میکنه عقلش کم است. پس انسان عاقل این شرایط را در سخن در نظر میگیره. امام ابو حنیفه زیاد فکر میکرد، کم حرف میزد و دائم سکوت بود، یعنی بیشتر اوقات سکوت میکردن. پس انسانی که حرفش از همه بیشتر است، یکی از نشانه های احمق شناسی، کسی که اگر میخواه احمق، انسانی کم عقل میگه. اگر میخوایم بشناسیم که کم عقل و احمق کیست، از این علائم میتونیم تفکیک کنیم انسان کم عقل و انسان عقلمنده. خب امام طویل الصمت دائم الفکر بود. وقتی سوال میشد جواب میداد. خب اگر سوال دینی می بود قبل از جواب 2 رکعت نماز میخواند، وضو میکرد 2 رکعت نماز میخواند، خصوصا وقتی ارتباط به قرآن و حدیث میداشت بعد از او جواب میداد. از هیچ کس جز خیر چیزی نمیگفت. مثلا کسایی بود اما عصرش که گاه از امرای امام رقابت داشت، حرفای میگفت در موردش، مثلا عامر، قاضی ابی لیلا، عبدالرحمن بن ابی لیلا بن شبرمه و جمعی از علما در عصر امام ابو حنیفه بودن. کسایی بودن که گاهی از ابو حنیفه مثلا سخنایی میگفتن، مثلا میگفت که امام اهل رأی است، در حالی که امام ابو حنیفه هیچگاه رأی خود بر قرآن و حدیث ولو حدیث
حدیث ضعیف یا خبر واحد می بود ترجیح نمیداد. ولی علما چون امام ابو حنیفه کسی بود که حرفش حجت بود، شدید تأثیر بود، زیاد تأثیر گذار بود حرفش. علما چندان، یعنی یک تعدادی، البته همشان نه، یک تعداد بسیار محدودی از علما بعضی رقابت هایی داشتن، ولی از امام ابو حنیفه هیچگاه کسی حرفی جز خیر در رابطه با دوستا و علما نشنیده بود. هرگز در مجلس خود از کس بد نمی گفت. هارون و رشید کسی برش غیبت کرد، از کسی برش گفت که تو کسی هستی که اهل خیر هستی، کسی هستی که خیرت به مردم میرسه لکن مردم پشتت بد میگه. هارون برش میگه که اگر راست بگویی بر تو الله لعنت فرستاده است، اگر دروغ بگویی تهمت بسته ای، هر دوش لعنت و نفرین الله. اگر راست و دروغ هر دوش نباشه، دلسوزی به ما بکنی، پس قلب ما از یاد خدا به یاد مخلوق مشغول ساختی، پس هیچگاه به ما خبر کسی را نیار. امام ابو حنیفه هیچگاه در مجلس از کس بد نمی گفت. پس همون کسایی که ما را دوست داره و کن خیرخواه ماست، نباید بیای حرف یک دوست ما را به ما انتقال بده، ولو حرفش واقعیت باشه، ولو راست باشه. ویل لکل همزة لمزة، هلاکت باد. ویل به معنی خزی و عذاب و هلکه، به معنی هلاکت، به معنی عذاب، به معنی رسوایی. الله میگه بر تو رسوایی باد، بر تو هلاکت باد، بر تو عذاب باد که تو حرف یک برادر به مجلس دیگه انتقال میدی، نمامی و سخنچینی میکنی. پس اصلا ما اجازه نداریم که حرف راست به کس ببریم، خصوصا حرفی که روابط مسلمانان را خراب میسازد و حرف غلط است. امام ابو حنیفه هرگز در مجلسش از کس بد نمیگفت. پس خواهشم از دوستای خود امیز که هیچگاه اجازه ندین در مجلستان از کس بدگویی شود. شاید شما بگین من خب بد نمیگم، ولی گناهی که تو سکوت کردی و شنیدی عکس العمل نشان ندادی، با او کسی که غیبت کرده فرق نداره. شاید ما بگیم ما خب بد نگفتیم، ما غیبت کسی نکردیم، ما سخنچینی نکردیم، خب آدم برام گفت. پس امی کاری تو خودش گناهی است که مساوی به گناه شخص غیبت کننده و نمام سخنچین است. پس به هیچگاه اجازه ندین به دوستایتان که حرف غلطی کسی را به شما انتقال بده. پیغمبر اسلام به صحابه اجازه نمیداد، قطعا میگفت هیچ کدام شما حق ندارین گپی بدی صحابه را به ما انتقال بدین و میخوایم یارای خود در حال ملاقات کنیم که قلبم صاف و پاک باشه، یعنی در دلم هیچگاه به یکی از یارایم چیزی نباشه. پس اگر میخواین دوستای زندگی خوب داشته باشین، تحت تاثیر حرف مردم نرین. مردم هر چی میگه بان بگوید. اگر ما خوبم باشیم مردم گپ میزنه، بدم باشیم گپ میزنه. پس بهتر است که ما به کس اجازه ندیم حرف بد مردم به ما انتقال بده. اگر واقعیت هم باشه اجازه ندیم، نگوییم که والا خیر ببینی که میگه برام رساندی که مردم درباره ما چی میگه. نه خیر، بگو بد کردی که گپ آوردی. برادر عزیز، قلب مرا از یاد خدا به یاد مخلوق مشغول ساختی. تو دو سه گناه را مرتکب شدی آنن. اول خو اگر راست بگویی تو سخنچین هستی، اگر دروغ بگویی تو تهمت و بهتان بستی، تو باید 80 دره بخوری. اگر دلسوز ما باشی پس تو مرا از یاد الله غافل ساختی. در رابطه با یک مسلمان در دل من کینه ایجاد کردی، در دل من نفرت ایجاد کردی. پس هیچگاه اجازه ندیم به کسی که در رابطه با ما حرف بد بگوید و یا هم حرف دیگران را به ما انتقال بده. و شما واقعا خود خوشبخت احساس میکنیم کسایی را که به ما اطرافیای ما گپای یک دیگر را ببین ما چقدر دوستای خوب دارم میگیم، چقدر انسانهای خوبی هست که ببین گپای دیگران را به ما انتقال میده. خیرخواهیم است، نه خیر ای بدخواه توست، ای دشمنی توست که گپ غلطی دیگران را به تو انتقال میده. امام ابو حنیفه هرگز اجازه نمیداد در مجلسش از کس بدگویی شود، قطعا، و خودش هرگز در مجلس بد نمیگفت و می فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به حال کسی که به عیب خودش مشغول باشه نسبت به عیب دیگران. یعنی خوشبخترین انسان کسی است که به عیب خودش مشغول باشه. درست است که مردم چی کار میکنه، چی میگه، چی فعل افعال داره، مسئولیت خود ادا میکنیم، دعوت میکنیم، لکن عیب کسی را در مجلس انتقال نمیدیم. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس لا یذکر احدا الا الا الخیر. هیچگاه از کس یاد نمیکرد به جز خیر. حرفی که میگفت در مورد مردم ولو دشمنش میبود به خوبی یاد میکرد. خوش آمدین دوستان عزیز. صحبت از امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه است.
امام ابو حنیفه هرگز در مجلسش بدگویی نمی کرد و کسی را اجازه هم نمی داد که از دیگران بدگویی کنه و همیشه در مورد دیگران سخن خیر می گفت. پس ما من حیث پیروای امام بیم این خصوصیت در خود ایجاد کنیم، در خود احیا کنیم. دائم سکوت می کرد، دائم الفکر بود و همیشه در رابطه با دیگران فیصله خیر و حرف خیر میزد. پس ما میم این شخصیت ها را خدمتتان معرفی میکنیم تا بتانیم شخصیت خود تشکیل بدیم، تا بتانیم از حرفای گزافه‌گویی، از اضافه‌گویی، حرفای له و لعب اجتناب کنیم و بیایم یک شخصی باشیم که خود ما به خود ما افتخار کنیم، چه برسه به دیگران خودمان فخر کنیم که الله چه این شخصیتی به ما داده که هرگز در مورد دیگران قضاوتی غلط نمیکنه، حرفی بی جا نمیگه و همیشه مثبت فکر میکنه نه منفی. امروز جامعه ما 99% منفی فکر میکنه متاسفانه. در یک انسان 99 صفت خوب باشه، یک صفت بد امور یاد میکنیم، اما صفت بدش عاجل میبینیم، اما صدها صفت خوبش متاسفانه نمیبینیم. خب امام ابو حنیفه در مجلسش حرکت زیاد نمی کرد. وقتی می نشست بسیار متواضع بود. علامات منافق ببخشید انسان کم عقل و احمق 4 چیز است. دویش خواندیم، دوی دیگه‌ش هم میخوانیم. دویش چی بود؟ سکوتش از حرفش، سکوتش یعنی حرفش از سکوتش بیشتر باشه. یکی از علائم انسان احمق است. سکوتش کم است، حرفش زیاد است. دومش اول حرف میزنه پس فکر میکنه، گپ خود میزنه بعد از او فکر میکنه. انسان تا وقتی که حرف میزنه دوسته عزیز، تا وقتی که حرف نزده کنترل حرفش در اختیار خودش است. وقتی حرف میزنه، سخن میگه، چیزهایی را بات میکنه از دهن خود که بعد از او به هیچ وجه قابل مهار نمی باشه. بسیار موارد رخ داده که ما چیزهایی را گفتیم پسان فکر کردیم که والا اشتباه گفتیم، پسان فکر کردیم که غلط گفتیم، بعد قابل جبران نبوده. پس این یکی از علائم انسانهای احمق و کم عقل است که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. پس ما بیم اول فکر کنیم بعد از او حرف بزنیم و حرف ما کم، سکوت ما بیشتر باشه. سوم علائمش چی است؟ کثرت الالتفات، زیاد این طرف و طرف التفات میکنه. انسان کم عقل زیاد این طرف و طرف میبینه. اگر شما دقت کرده باشین در بازارم که بروه گاهی بالای سر میبینه، گاهی طرف راسته، گاهی زیر پایه، گاهی پشت سره. یعنی فکر میکنه که یک انسان چیزی را گم کرد، در حالی که چنین نیست. این عادتش است. کثیر الالتفات است. و دیگه کثیر الحرکت است، زیاد حرکت میکنه، زیاد شور میکنه. در مجلس که بشینه نارام، حتی در نماز در پهلویت ایستاده است، دلت از نماز بد میشه. زیاد حرکت میکنه، زیاد جانش میخوره و شور میخوره و تو را اذیت میکنه. دیگه حتی یک تعداد متاسفانه در نماز با بدن خود، حتی با بینی خود، با دهن خود، با گوش خود، با موی سر خود مصروف است. یکی از علائم انسانهای کم عقل و احمق است. پس این 4 صفت در کسی باشه، خدا را خواسته او انسان ما احمق میگه. یعنی دنیای شریعت، دنیای اسلام او را احمق میگه. پس بیاین این عیب خود اصلاح کنیم و عقل خود تقویه کنیم تا یک انسان عاقل و یک انسان پرهیزگار باشیم. پس کسی که کثیر الالتفات است و کثیر الکلام است و انسان احمق است. پس کوشش کنیم با وقار باشیم و همیشه عزت خود حفظ کنیم. امام ابو حنیفه در مجلسش یک مار افتید. عبدالله بن مبارک رحمه الله نقل میکنه که در مار در دامن امام افتید. امام ابو حنیفه در حلقه درس است، یک مار از سقف افتید در دامنش. همگی اهل مسجد فرار کردن، حتی ما میگه فرار کردم. عبدالله بن مبارک رئیس جمهور در علم حدیث است، آدم خرد نیست. یکی از شاگردای امام ابو حنیفه رحمه الله است و استاد امام بخاری است. میگه من در مجلس بودم که در دامن امام ما رفتید. امام میگه هرگز شور نخورد، تکان نخورد، در مجلس یک نفر نماند، همه فرار کرد، در حالی که مار در دامن امام افتیده. دیگران فرار کرد از ترس، ولی امام بسیار با ایستگی دامن خود دور داد و داخل سطل زباله انداخت، تنش محکم کرد. پس دوستان عزیز، کسی که در یک مجلس میشینه بسیار حرکت میکنه، بسیار شور میخوره، گاهی آن طرف و گاهی این طرف،
همسایه های خود، پهلو فایلای خود اذیت میکنه. پس این صفت خوب نیست. این صفت انسان های کم عقل است و انسان های احمق است. پس امام ابو حنیفه خلاصه برتان بگویم دائم الفکر بود و همیشه سکوتش بیشتر، حرفش کمتر بود و در مجلسش تواضع داشت. وقتی بر بالای درس حدیث می نشست بدنش به حرکت می بود، مثل فکر می که چوب است، فکر می که ستون است. این قدر به حرکت در مجلسش می نشست. پس دوستای عزیز، ما و شمایی که استاد هستیم، معلم هستیم، مثلا درس حدیث می خوانیم، درس قرآن، درس تفسیر می خوانیم، یا مثلا در یک حلقه درسی نشسته هستیم به حیث شاگرد، این آداب باید رعایت کنیم. باید در مجلس که نشستیم 22 آداب در مجلس وجود داره. ما با کسایی که میشینیم باید زیاد حرکت نکنیم تا اونا اذیت نشن. در مجلس که میشینیم باید حق مجلس خدا باید رعایت بکنیم. در مجلس میشینیم باید کار نکنیم که دیگران اذیت شوند، کار نکنیم که دیگران نفرت بکنن. مثلا یک تعداد در مجلس با بینی خود مثلا مصروف است، با چیزهای مصروف است که انسان نفرتش میاد. پس این واقعا نشانگر یا بیانگر حماقت یک انسان و کم عقل بودن یک انسان است. داخل مجلس وقتی انسان وارد میشه، اولین مسئولیت باید اجازه بگیره، بعد از سلام بده، بعد از او در جایی که خالیس بشینه تا کس اذیت نشه. بسیار کسا انتظار میکنن که ببین ما داخل مجلس شدیم باید فلانی ها سب جای خود با هم باز کنن. بله، بر فلانی ها لازم است که جای باز کنن، احترام کنن، انسانیت کنن، یا شور بخورن. و اذا قیل لكم تفسحوا فافسحوا فی المجالس یفسح الله لكم. وقتی گفته شود که جای باز کن، جای باز کنین دیگه. قرآن میگه تا الله بر شما فراخی کنه، بر شما وسعت و فراخی را بیاره در دنیا و آخرت. ولی بر منی که وارد میشم نباید انتظار داشته باشم که به ما یک انسان بخیز جای خود رها کنه. بله، بر کسایی که مرا میبینه لازم است که کارا بکنن، انسانیت خود بکنن. به هر دو جانب اسلام پیام داره، هم بر جانب ما هم بر جانب مقابل. وقت در مجلس میشینم باید وقتی حرف زدن کوشش کنم که به دیگرها هم اجازه بدم. مثلا یک تعداد وقتی رشته کلام برش رسید کوشش میکنه تمام حرف رو بگوید تا آخر، دوست داره که حرف بزنه. به این خاطر علما میگه به اندازه حرف بزنین که دوست دارین بشنوین. وقتی حرف تو آغاز شوه میبینی که چشمایش تغییر میکنه و گاهی طرف سعی میکنه، گاهی طرف احساس میکنه که حرف تو را گوش نمیکنه، در حالی که فرصتی که به او داده بودی ساعتها بود، ساعتها حرف زد لکن به تو 5 دقیقه وقت نمیده. پس این نشانه و بیانگری حماقت انسان و کم عقل بودن انسان است. انسان باید به حد حرف بزنه که خودش تحمل شنیدن نداره. و یکی از علائم قیامت است، میگه انسان ها در زمان آخر قسمی حرف میزنن مثل گاو واری. گاو تر و خشک هر چی که بدنش آمد میخوره. این انسان هم هر چی که بدنش آمد گفته میره. متوجه از این است که حرف ما یعنی بسیار پرتکلف حرف میزنن و متوجه از این است که شاید کسی از حرف ما ناراحت شده باشه، شاید کسی خسته شده باشه، شاید حرف ما از حد زیاد بوده باشه، بی مورد بوده باشه، یا مواردی که ما میخوایم بحث کنم جایش نباشه. این موارد اصلا ما در حرف زدن خود در مجلس خود رعایت نمیکنیم. پس امام ابو حنیفه در مجلس خود چی میکرد؟ همیشه متواضع می بود و به حرکت میماند. دوستان عزیز، صحبت از شخصیت والای امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه است. امام اعظم در کنار خصوصیت های والایی که داشت، یکی از خصوصیت های جالبی را که امام داشت، در مقابل کتاب الله بسیار متواضع بود. در مجلس بسیار متواضع بود، در حلقه درس بسیار متواضع و کثیر الحرکت نبود. پس از این ما میتونیم درس بگیریم که در مجلسی که میشینیم باید زیاد آرام باشیم و کوشش کنیم که حق دیگرها هم رعایت شود. شاگرد امام ابو حنیفه قاضی ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی وقیل نقل میکنه که از زبان نواسه امام اسماعیل فرزند حماد، حماد فرزند امام ابو حنیفه، یکی از فرزندای امام
به نام حماد بود. حماد استاد امام ابو حنیفه. بعد استاد خود دوست داشت که نام استاد خود سر بچه خود مانده بود. اسماعیل صاحب میگه که وقتی پدرم سوره مبارکه فاتحه را آموخت، پدرم امام بابیم یا پدر کلانم به استاد پدرم که حماد است، به استادش 500 درهم در مقابل هر سوره داد. یعنی قرآن کریم 114 سوره است، در مقابل هر سوره 500 درهم به استاد فرزند خود میگه ای چی میداد؟ بخششی میداد. گپ خورد نیست دوست عزیز، واقعیت که گپ جالب است. امروز یگانه چیزی که باید مفت به دست بیاریم قرآن است. یگانه چیزی که باید 1 روپیه ما نره، 1 روپیه ما نره قرآن است. باید به قرآن میگه که پیسه داده است. استغفر الله العلی العظیم. داشته ما نداشته ما قرآن است. به هر چیز پول داریم، به هر چیز پول داریم متاسفانه. مثلا اگر کامپیوتر میخوانیم خوب فیس برش میتیم، خوب حق الزمه به استادش میتیم. انگلیسی میخوانیم، ریاضی میخوانیم، فیزیک میخوانیم، کیمیا میخوانیم، بیولوژی میخوانیم، زبان میخوانیم، لسان، پول میتیم. لکن از شما پدرها میپرسم، از شما مادرها، اولادتان خوب قرآن یاد گرفت، الحمدلله بهترین تلاوت میکنن، خوب مسائل فقهی را آموخت، خوب حدیث یاد گرفت، تفسیر خواند، چند روپه مصرف کردین؟ انگلیسی میخوانه گپی مفت نیست، ریاضی میخوانه گپی مفت نیست. چرا مفت بخوانه؟ پیسه بگی برو بچیم فیس خدا بده. لکن وقتی مدرسه و مسجد میره مفت باید بخوانه. چی معنا دوست عزیز؟ این واقعا حربی خطرناک است. یکی از کلیدی ترین مشکلات امت میست. چرا مشکل است؟ به خاطر از اینکه هر چه قدری که ما با اهل علم و اهل مدرسه و اهل قرآن به تفاوت باشیم، اونا فقیرتر میشن. وقتی فقیرتر شد صلابت خود، حاکمیت خود دست میتن. و این گروه وقتی فقیر شدن حرفشان شنیده نمیشه، محتاج میشن. وقتی یک انسان متبحر است، بحر است در قرآن، در علم قرآن، در علم حدیث، ولی محتاج است دست نیاز به دیگران دراز میکنه، حرف شکست میشنوه؟ نخیر، حرف شکست نمیشنوه. میگه دیروز خودت آمدی گدایی میکردی، من برات پول دادم، کمکت کردم، حالی آمدی مرا میگی کارا بکو کارا نکن. برو بابا، بال ما را میگه. مشکل دیست که باید فقیر باش. او که فقیر بود دیگه حرف شنیده نمیشه در جامعه امروزی. پس این بزرگترین حربه استعمار و یکی از کلیدی ترین مشکلات امت است. پیغمبر میگه مستحق ترین حقی که باید بگیری در مقابل کتاب الله است. ما کتاب الله را نمیتونیم بفروشیم. یک کس میگه او صاحب در مقابل درس قرآن فیس گرفتن، قرآن سودا کردن. قرآن سودا کردن، سودا را میفهمی؟ بیع یک تعریف کو، بیع چی را میگه؟ شرا چی را میگه؟ چپ میشن، جواب ندارن. پس چطور امکان داره یک انسان به اولاد تو قرآن یاد میده، در عوض وقتش ساعتها مصروف است، اون مار از خاک بخوره؟ ما در مقابل عزت قرآن یک چیز را بتیم، این فروش قرآن است؟ نخیر. پیغمبر میگه مستحق ترین حقی را که تو باید بگیری در مقابل کتاب الله است. حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، صحابی مریض را که گشدم خورده، رئیس قوم سوره فاتحه را میخوانه و دمش میکنه، 30 رأس گوسفند در مقابلش میده. این ترسیده میاد پیش پیغمبر صاحب، میگه شاید که پیغمبر عصبانی شوه، ما در مقابل دم کردن سوره فاتحه 30 رأس گوسفند گرفتیم. پیغمبر میگه سهم مرم جدا کنین. او احترام کتاب الله را کرده، او قرآن نفروخته، نخریده، بلکه احترام کتاب الله را کرده. پس هر چیز باید پول داده شود، فیس داده شود. با قرآن که نه، او را باید مفت بخوانیم، باید مفت باشه. این همیست که ما قرآن اخیر قرار دادیم، قرآن والعیاذ بالله ارزانترین چیز قرار دادیم. الله ما را در آخر قرار داد، ما را بدبخت ساخت، ما را ذلیل ساخت، چون ما کتابش عزت ندادیم. امام ابو حنیفه امام اعظم در مقابل هر سوره 500 درهم میداد، 500 درهم فیس میداد به استاد شاگردش که حماد بود. پس کسی که در مقابل کتاب الله هیچ نوع التزام و اهتمام نداره، اولادش به مسجد بره، هیچ قصهش نیست، پرسانش هم نمیکنه.
به مدرسه بره پرسانش نمیکنه، قرآن خوانده پرسانش نمیکنه. پس ایمان داشته باشه انسان مشکل ایمانی داره، مشکل عقیدوی داره. انسان قرآن اول نمیدانه، قرآن بالاترین داشته خود نمیدانه، قرآن دوست نداره، با قرآن محبت نداره. به این خاطر به هر چیز وقت داره، به هر چیز پول داره، اما به قرآن کریم نداره. این کلیدی ترین مشکلات امت است، در حالی که امام 500 درهم در مقابل هر سوره از قرآن کریم به استادش چی میداد؟ فیس میداد. پس جامعه‌ای که به قرآن اهمیت و اهتمام قائل نشه، همه داشته خود در دامن قرآن نریزه، این جامعه سقوط میکنه. مثال های زیادی از سخاوت و کرامت امام ابو حنیفه وارد شده. از آن جمله خطیب بغدادی میگه، از قیس ابن ربیعه نقل میکنه که ابو حنیفه چنان شخصیتی بود که کالای تجارتی را به بغداد میفرستاد، به توسط کالای تجارتی مواد خوراکه را به کوفه می آورد و تاجر مواد خوراکه و لباس بود. لکن توسط این مواد خوراکی که به بغداد میرفت کالا میفروخت، در مقابلش مواد خوراکه می آورد، به تمام مشایخ اعظام چی توزیع میکرد؟ مواد خوراکه. یعنی علمای مدارس، شیخ الحدیثا، کسایی که امام مسجد از مدرسه داره، طلاب علم تربیه میکنه، اولاد مردم قرآن درس میده، برای از اینا یک ساله مصارفش توزیع میکرد. این یکی از عادت دائمی امام ابو حنیفه و سخاوت های امام ابو حنیفه بود. نه تنها مواد خوراکه بلکه لباس، فرش، ظرف، هر آنچه که نیاز داشت همون طوری که به خانوادهش میبرد به همه علما انتقال میداد. حتی خانمش یک بار اعتراض میکنه که شما معاش ما را از معاش یک استاد یک مدرسه بالا نساختین، اما چیزی که به او میتین به ما هم میتین. یعنی عین غذا و عین لباس و عین فرش و ظرفی را که به یک عالم دین شما میبرین، به یک شیخی از مشایخ اعظام میبرین، شما ما را به خانه میارین، یک چیز ضیافه بسازین. میگه نه، این مال الله است، مال من نیست. این مال الله به ما داده. وقتی به علما میداد یک جمله میگفت، به طلاب علم وقتی کمک میکرد میگفت هیچگاه از ما تشکری نکنین. مثلا امروز یک کس برش کمک کنی، صدقه و زکات بدی، مجبور است که 3 ساعت از ما تشکری کنه. امام اصلا اجازه تشکری رو نمیداد. میگفت از ما تشکری نکنین، قطعا اینو ما ندادیم. میگفت خیر کی داده؟ میگفت الله داده. یه امانت الله بود، خدا به ما داده بود، برات دادم. از من چرا تشکری کنی؟ این عادت و خاصیت امام ابو حنیفه که مصارف اکثر مدارس و اکثر پوهنتون‌ها به اصطلاح امروز و اکثر آموزشگاه‌های دینی و علمی و تربیتی را چی میکرد؟ تمویل میکرد و مصارفش میپرداخت. حتی مصرف دیگرها را از خانوادهش بیشتر میداد و میگفت از من تشکری نکنین، از الله سپاسگزار باشین. این بود جلسه کنونی ما. انشاءالله صحبت ما در ارتباط امام اعظم ابو حنیفه النعمان ادامه داره، اما در جلسات آینده. از اینکه تا این ما بودین سپاسگزار هستم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا تا دیدار بعد و برنامه بعد امانت میسپارم. الله نگهدار.